او یک عالمی که میگه پگویا در مسجد مردم امر معروف میکرد، او یک شخصی منافق امو را خونش برد، گوی پگوی در خونه میریم چای میخوریم حضرت جان، برد در خونه چای خوردن. وقتی که عالم از خونه برآمد برفت، پگوی رفت همسرش گوی پلوی دین دادن تو کوان. این زنها عادت دارن که پلوها را در تای همین فرش در تای کورپچه ها همونجا میمونن، بعد میگه پلو در تای هم کورپچه حجره میان، وقتی کورپچه را هوش میدن پلو نیستن، بعد میگه که در اینجا نیستن، میگه او در محکم بود، همون دین هم ملو را آوردن ملو دیشو. انا این دیگه کوچه به کوچه حقارت داملو را که پلوی من همین ملو گرفته است. ای بین 4 ماه میگذره، عقیبی ملو دیگه با کینه و عدوان نماز میخونه. یک پگوی دیگه عالم با دعوت بین خونش میاد، همون حجره میدرارش. وقتی که میشینه میگه ای داملا میدونی که من برای چی دعوت کردم؟ میگه بحری نانشته نهار نه؟ میگه نه. تا همین خونه من پل گرفتی یا نگرفتی؟ گفت ها گرفتم. شرم نکردی؟ گفت ای خلا نترسیدی؟ تو ملای او قدر انسان پیشوایی میکنی پلا را گرفتی. ما قطعی همسرم هر روز دشنام میدادیم حقارت میکردیم که داملا در گریه زد. گفت شرم نکرده با گریه میکنی؟ بمبر ای روز ده. بگو نه من برای این گپای تو برای گریه ندارم، من برای دیگر چیز گریه دارم. گو برای چی؟ گو اگر تو مسلمان میشیدی در این 4 ماه یک بار قرآن میشکایدی. من پلا را همینجا یافتم در درون قرآن در لب تریزه موندمش. اگر مسلمان میشیدی در 4 ماه یک بار کلام الله را میشکایدی و قرائت میکردی. نه که تو چی طریق مسلمان هستی؟ نه که امروز منافقات چنان زیاد چیزن که فقط عالما را توهین میکنن. این ملای تری، اون ملای تگوف، این ملای تشید، اون ملا نخواد چنیت ندونه. شکایی که من نمیاد تو کار با اون نباشه، با گفته های اون عمل که ان شاء الله رستگار. که حضرت رسول الله میگه که در کدوم دهه که عالم غریب شید، مسجد غریب شید، اون دهه انتظار عذاب الله باشن که عذاب به اونجا میآید. غریب بودن مسجد ایه که در مسجد نماز نمیخونن، نمیروند، جماعت نمیرن، علل خصوص ملاها نمیروند. کسایی که در کدوم دهه که عالم او را او استفاده نمیبرن، فقط او را توهین میکنن، اونها هم انتظار عذاب الله باشند. همچنان که قومای لوط نابود شدن، قومای حضرت نوح نابود شدن، ایروی چی؟ ایروی توهین پیغمبرها، ایذا و علم دادن پیغمبرها. انا همین چیزها را ما و شما باید یاد آوری کنیم، از خدا بترسیم. سخن دراز نکنیم. حضرت داملا دایی جان دعا میکنه پروردگار که خدا نظر رحمت و مغفرت کنه. بستگانش خداوند صبر جمیل بده. این شخصایی که از قفای این جنازه قدم رنجه کردن اومدن، همون 2 قراتین خداوند نصیب شو کنه که اون قراتینا را قدر قیمت شما روز قیامت میدونیم که چی قدر اجر پاداشتن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین 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 آمین. یا ارحم. شما در شما